سلام، امیدوارم حال دلتون سبز باشه و همیشه شاد باشین و هدفتون همیشه سفر باشه. به چنل من خوش اومدین. تو چنل من به جاهای تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی میریم. در واقع به موضوع گردشگری میپردازیم. گردشگری های مختلفی داریم، همون گردشگری های طبیعی، تاریخی و یک نوع گردشگری عجیب و غریب هم داریم به نام گردشگری وحشت. یکی از این نقاط ترسناک در ایران هم هستش. اما قبل از اینکه به سراغ این نقطه و ویدیو بریم، چنل منو سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن به صورت آل بذارید تا من ویدیوی بعدی که میذارم شما اولین نفری باشین که ویدیو رو میبینین و اگه دوست داشته باشین لایکش کنین و از من حمایت کنین. بریم به سراغ این نقطه ترسناک. یکی از مخوف‌ترین زندان‌های جهان در استان آذربایجان غربی در شهر تکاب هستش به نام زندان سلیمان یا زندان دیوها. زندان سلیمان زندانی هستش که سلیمان نبی دیوهایی که از او نافرمانی میکردند و اون تو زندانی میکرد و هنوز که هنوزه صدای بد دیوها رو با بخار سمی که از دهنشون میاد رو میشه از بالای این کوه بزرگ دیدش. گفتم کوه بزرگ چون زندان سلیمان در واقع کوههایی هستن که حفره‌هایی درونشون هستش. زندان سلیمان یک اثر طبیعیه که در 300 کیلومتری ارومیه و 40 کیلومتری تکابه. در واقع تقریبا 6 ساعت و نیم راه هستش که شما به 3 کیلومتری تخت سلیمان یعنی زندان سلیمان برسید از تهران. زندان سلیمان در واقع کوههای زیبایی هستند در یک دشت واقعا زیبا و شگفت انگیز که به دوره سوم زمین شناسی این تاریخش میرسه و وقتی بالای این کوه ها وایمیسین و کف گودال رو سعی دارین نگاه بکنین سرگیجه عجیبی شما رو میگیره. حفره هایی رو میبینین که طی هزاران سال بر اثر سنگ های کانی و ارتباطشون با آب به وجود اومدن. این کوههایی که بهتون گفتم ما بین 87 متر تا 108 متر ارتفاع خود کوه هاست و عمق حفره ها تا 80 متر هم میرسه. به نظر برخی از کارشناسان زندان سلیمان تو هزاره قبل از میلاد مسیح در واقع زمانی که مانایی ها بودن نیایشگاهی بزرگ و مقدس بوده و بعدها تبدیل شده به یک دژ مستحکم و این نشان از اهمیت اون نقطه به ما. همین اهمیت باعث شد که در دهه 60 میلادی و 40 شمسی خودمون هیئت باستانشناسی آلمانی بیان تخت سلیمان و منطقه زندان سلیمان رو بررسی کنن. زمانی که میخواستن بررسی بکنن حفره ای رو درون این گودال ایجاد میکنن و وقتی که کارشون تموم میشه حفره مسدود میشه. متاسفانه هیچ مدرک قابل چشمی وجود نداره که ما بگیم
این کارشناسا در واقع تحقیقاتشون به کجا رسید. همین موضوع باعث میشه که ما به شایعاتی که دور این زندان سلیمان پیچیده شده یک مهر تایید بهشون بزنیم. در میان کوههای زندان سلیمان گودال‌های بزرگی هستش که شما اگر خدایی نکرده درونش گیر کنید هیچ راهی ندارید و قطعاً جانت را از دست میدید. بومیای منطقه بر این باورن که زندان سلیمان در واقع دیوهایی که نافرمانی میکردن به حضرت سلیمان رو داخل اونجا میکرده حضرت سلیمان با دیوارهایی که بهتون گفتم نزدیک 80 متر در واقع اصلا نمیتونستن بیان بالا. حتی بر این باورن تیزی هایی که لبه این گودال هستش به خاطر اینه که اگر 1% دیوی تونست این 80 متر رو بیاد بالا به اون تیزی ها گیر کنه و دوباره برگرده تو زندان و محبوس بمونه تا ابد. خداوند بعد از اینکه سلیمان نبی رو برمیگزینه به عنوان پیامبر بهش یه سری قابلیت ها، اما صحبت از با حیوانات، کنترل جهت باد و همچنین کشاورزی. همچنین برای حکم‌فرماییش به کل موجودات هم از دیوها، انسانها و اجنه بهش یک انگشتری که بهش میگن انگشتر حکم‌فرمانی حضرت سلیمان. اما یک دیوی بوده که سعی میکرده این انگشتر رو بدوزه از حضرت سلیمان. حضرت سلیمان از این موضوع با خبر میشه و دیو رو داخل یکی از زندان ها میگن انقدر اون دیو عصبیه و خشنه از این بابت به خاطر همین از دهنش بخار و گازهای سمی میاد بیرون و اگر کسی به اون سیاهچاله بره توسط این دیو خشن کشته میشه. طبق یکی از افسانه هایی که در این منطقه شگفت انگیز هستش یک روزی یک دیوی خواست فرار کنه و پاشو دستش در واقع زنجیر شده بود. برای اینکه بخواد زنجیر رو پاره کنه سعی میکنه با زبونش لیسیدن زنجیر رو انجام بده تا زنجیر نازک بشه و پاره بشه. زنجیر پاره میشه. موقعی که میخواد فرار کنه به جای اینکه بگه یا خدا میگه یا داوود و دوباره قل و زنجیر به پاش بسته میشه و در اونجا زندانی میشه. زندان سلیمان به نظر من یکی از عجیب‌ترین و شگفت‌انگیزترین نقاط ایران هستش. وقتی من رسیده بودم اون بالا واقعا سرگیجه عجیبی و در واقع یک ترس عجیبی منو گرفته بود. نمیدونم چرا من جاهای ترسناک‌تر زیاد رفته بودم. بخوام بگم دیواره علم‌کوه مازندران بسیار دیواره ترسناکه وقتی بخوای صحنه نوردی کنی، البته برای منم خیلی سخت بود صحنه نوردیش. ولی اینجا برای من خیلی در واقع حس ترس بیشتر بودش. حتما به این نقطه سفر کنید. زندان سلیمان در سال 1379 ثبت آثار ملی شد و در سال 1382 ثبت آثار یونسکو شد. اینکه ما آثارهای مختلفی داریم که ثبت جهانی میشن ارزشمنده. بریم سفر کنید، ببینید و نظرتون رو به من بگید. با چنل من همراه باشین. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو به صورت آل بزنید تا ویدیو بعدی که من میذارم شما اولین نفری باشین که میبینینش و از من حمایت میکنید. تا ویدیو دیگر بدرود.